خب دوستان، با هم دیگه داشتیم چک میکردیم، بررسی کردیم و دیدیم که شما برای ارسال دیتا تحت مدل TCP/IP اول با لایه اپلیکیشن سر کار داریم. ما قصد داریم تو این ویدیو یه تست بکنیم، یه بررسی بکنیم، ریویو بکنیم اون چیزی که یاد گرفتیم و بعد بریم سراغ لایه بعدی. پس چی شد؟ اومدیم گفتیم که یه لایه اپلیکیشن داریم. لایه اپلیکیشن رابط در واقع یوزر و سیستم یا OS. گفتیم یه سافت‌ویر رو باز میکنیم مثلا کروم، یه دیتایی رو وارد میکنیم و این دیتا مستقیما مثلا میره تحت عنوان پروتکل HTTPS، مسیجاش و کدگذاریاش کانورت میشه و آماده ارسال میشه. مفصل در موردش صحبت کردیم. اومدیم گفتیم بعد از اینکه این اتفاقات میفته شما تو لایه ترانسمیشن هستین یا ترانسپورت هستین. تو لایه ترانسپورت وظایف دیگه ای داره اتفاق میفته. باید نوع انتقال دیتا، تایپ انتقال مشخص بشه. خب واژه‌هایی که استفاده میکنن تحت عنوان کانکشنلس و کانکشن اورینتد. واژه جدیدی نیست، نوع انتقاله، یعنی یه تعریف برای یک شیوه انتقال. یعنی در واقع همون تعریفی که تو ویژگی‌های پروتکل TCP و UDP داشتیم، گفتیم فلان فیچر رو ارائه میدن، فلان فیچر رو ارائه نمیدن. خب در واقع اینا همون تعریف موضوع کانکشنلس و کانکشن اورینتد هست. تعریف این موضوعات. گفتیم هر جایی که دیتا برامون حساسیت داره، میخوایم ریلایبل باشه، از TCP استفاده میکنیم. هر جا سرعت برامون اهمیت داره و لحظه، یعنی ترافیک ریل تایم برامون مهمه، از UDP استفاده میکنیم. فقط میخوام لطفاً الان به این دید نگاه کنید بهش. این فرایندی که داره رخ میده، شما دیتا رو وارد میکنید تو لایه اپلیکیشن، بعد یه تغییر فرمت پیدا میکنه، بعد تو ترانسپورت یه چیزی بهش اضافه میشه، یعنی یک دیتایی دارین، بعد از اون دیتا یک هدر جدید اضافه میشه، بعد قطعا لایه های دیگری داریم که چیزهای دیگری بهش اضافه میشه و بسته آماده ارسال میشه رو بهش میگن فرآیند اینکپسولیشن. به این دیتا ها اطلاعاتی هستن که شما بعضیاشون رو در مبدأ و مقصد استفاده میکنید، میخونید، یعنی در نقطه A و در نقطه B چک میکنید که بهشون اصطلاحاً میگن upper layer، host layer. یعنی در سطح هاست حتما باید بررسی بشن، الزامیه. تو اون ابر که زیر ساخت شما هست، اینفرای شما هم هست، میتونه این بررسی بشه ها. خب ولی دقت بکنید که قطعا توی A و B بررسی بشه، تو بررسی میشه، تو اون ابر میتونه بررسی بشه. که گفتیم چه پروتکل هایی اینجا کار میکنن. گفتیم در لایه اپلیکیشن پروتکل میتواند HTTP باشد، میتواند HTTPS باشد، میتواند DNS باشد. متعاقباً در لایه ترانسپورت میتواند TCP باشد، میتواند UDP باشد. خب دقت بکنید بعد از این، یعنی از اینجای درس به بعد، خب ما قراره در مورد مواردی صحبت بکنیم که داخل این ابر بررسی میشن.
یعنی برای مثال شما یک بسته نامه‌ای که یا پاکتی که میخواین بفرستین، علاوه بر این که نوع پاکت و محتویات توش مهمه، اطلاعات مندرج بر روی خود پاکت جهت اینکه ببینید مقصد کجاست و مسیریابی در محیط‌های مختلف مثل محیط لایه 2 و محیط لایه 3 چجوری باید انجام بشه، اینم اهمیت خودشو داره. خب شما باید تفکیک کنید که وقتی ای بی آبی میخواین بکنین تو لایه اپلیکیشن داریم درموردش صحبت میکنیم، تو لایه ترنسپورت داریم درموردش صحبت میکنیم، تو لایه 3 داریم درموردش صحبت میکنیم، تو لایه 2 درموردش صحبت میکنیم، یا حتی موضوعات فیزیکی. اوکی، با این مقدمه ما میخوایم بریم در ظرف رو باز کنیم، ببینیم که توی این ابر چه خبره، اینجا چه تجهیزاتی وجود دارن، چه اینفورمیشنی باید بررسی بشه. دقت بکنید ما داریم اطلاعاتی رو بررسی میکنیم که این اطلاعات توسط هاست A یا هاست B اضافه شده. یعنی بررسی ما دو وجهیه، دیتایی که اضافه میکنیم و این دیتا توی مسیر چگونه بررسی میشه. با این مقدمه ما میخوایم بریم سراغ موضوعات لایه 3، لایه دیتا لینک و موضوعات لایه فیزیکال تا بتونیم در واقع موضوع اینکپسولیشن و دیکپسولیشن رو جمع و جورش بکنیم. توی این ویدیو ما اومدیم یک ریویو در مورد چیزایی که خوندیم بررسی کردیم و یه دیدی دادیم برای اینکه ببینیم تو آینده قرار چیکار بکنیم، چه مواردی بررسی بکنیم، تو چه لایه‌هایی کار بکنیم و چطوری میتونن تو فرآیند ای بی آبی به ما کمک بکنن. فراموش نکنید این اطلاعاتی که الان داریم یاد میگیریم یا دید نسبت بهشون پیدا میکنیم مواردی هستن که هم تو یادگیری پروتکل‌های لایه 2 به ما کمک میکنن، هم تو یادگیری پروتکل لایه 3 به ما کمک میکنن، هم ارزم به خدمت تو موضوعات ای بی آبی به ما کمک میکنن، هم به ما کمک میکنن کانسپت رو بهتر متوجه بشیم. ما اگر بتونیم اینا مراحل رو خوب پشت سر بگذاریم، پیچیده ترین کانسپت ها برامون احتمالا خیلی آسون میشن. بریم ببینیم که چه چیزی در انتظارمون هست.